سلام، به کانال رؤیای سپید خوش اومدید. اینجا جاییه که زندگی برای چند دقیقه آروم تر میشه و همه صداهای دنیا یک قدم عقب میرن. اینجا دور از همه خسته کننده روزها و سرعت بالای زندگی، دور از شلوغی بی پایان شبکه‌های اجتماعی که هممون درگیرشیم، یه مکث کوچیک میکنیم و دنبال آرامش درونمون میریم. حالا اگر آماده ای یه گوشه خلوت بشین یا دراز بکش، ذهنت رو از شلوغی ها خالی کن و چشمهات رو ببند. اگر امکانش رو داری با هدفون یا هندزفری گوش بده، چون قطعا تجربه خیلی بهتری خواهی داشت. اگر نداری ایرادی نداره. حالا بیا با هم وارد قصه امشب بشیم و امیدوارم که این قصه منجر به یک خواب خیلی راحت بشه واسط. اسم این داستان هست قدم زدن در جنگل مه‌آلود. امشب هوا کمی خنک‌تر از همیشه است. پیش روی تو مسیر باریکی از میون درخت‌های بلند میگذره و یک لایه مه آروم مثل یک پتوی لطیف روی زمین نشسته. قدم اولو که برمی‌داری، صدای نرم برگ‌های خشک زیر پاهات با صدای دور پرنده‌ای که داره برای خواب آماده میشه با هم یکی میشن و یک سکوت موزون تشکیل میدن. جنگل نه تاریکه نه روشن، انگار خودش بین خواب و بیداریه. درخت‌ها ایستادن، آروم، بدون هیچ عجله‌ای. شاخه هاشونو مثل دستی که از پنجره بیرون اومده باشه به آسمون سپردن. نفس عمیقی میکشی. بوی خاک نم خورده، بوی چوب خیس و بوی شب، همشون با هم وارد ریت میشن. انگار هوا تازه تر از همیشه است. آروم آروم به راهت ادامه میدی. با هر قدم مه کمی کنار میره و مسیر جلوتر مثل یک قصه تازه باز میشه. توی دوردست صدای ریز یک رودخونه به گوش میرسه. بلند نیست، فقط انگار آب داره یک داستان آروم برای خودش تعریف میکنه. همین صدا تو رو به سمت خودش میکشونه. حس میکنی این راهو قبلا هم اومدی ولی دقیق یادت نیست. وقتی نزدیکتر میشی صدای جریان آبو میشنوی که از میون سنگای کوچیک داره عبور میکنه. صداش نه شتاب داره نه بی‌حوصلگی، فقط جاریه و جاری. همونطور که تو نفس میکشی، همونطور که شب آروم پیش میره، جاری. کنار رودخونه میشینی، بدنت آروم میشه. انگار سنگینی تمام روز از روی شونه هات برداشته میشه. توی آب انعکاس نور ماهو میبینی که روی موجای کوچیک میلرزه. مثل چراغی دور آهسته تکرار میشه. یه نسیم خنک آروم از کنار صورتت رد میشه. انگار جنگل داره میگه امشب امنی، همه چیز خوبه، فقط نفس بکش، فقط نفس بکش. چشماتو میبندی، نه برای خواب، برای چند ثانیه آروم، برای اینکه با صدای آب یکی بشی. هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز عجله نداره. وقتی دوباره چشم باز میکنی مه کمی غلیظ‌تر شده و تنها چیزی که میبینی نور نقره‌ای ماهه که روی رودخونه میرقصه. احساس میکنی شب یه دست آروم رو شونت گذاشته و میگه از اینجا به بعد فقط بذار آرامش جاری بشه.
فقط آرامش. آهسته بلند میشی، برمیگردی سمت مسیر، اما این بار قدمهات نرمتره، نفسهات عمیقتر و ذهنت سبکتر. جنگل تو رو همراهی میکنه، همونطور آروم، همونطور مه‌آلود، تا کم کم هر فکری که داشتی از لابلای درخت‌ها محو میشه و فقط یه حس میمونه: آرامش. شب ادامه داره و تو توی این مسیر آرومی، آهسته آهسته به سوی خوابی شیرین میری، یه خواب عمیق و شیرین.